به به، عجب حلوایی. حلوای سوهان رو اینجوری که من بهت میگم درست کن. واسه شهد اول شکر و بشیر رو اضافه میکنیم و میذاریم روی شعله تا شکرمون حل بشه. زمانی که شکرمون حل شد بهش گلاب و بعد زعفرون اضافه میکنیم. یک کوچولو هم میذاریمش کنار. تابه رو میذاریم روی شعله و بهش آرد سنگک علک شده و مخلوط شیر و روغن رو اضافه میکنیم، هم میزنیم. بعد از گذشت 15 دقیقه کره رو بهش اضافه میکنیم و موادمون رو با کره تفت میدیم. در این مرحله نیم ساعت گذشته و میبینید که هنوز آرد باز نشده. اینجا 45 دقیقه گذشته و یه مقدار آردمون روغن پس داده. بعد از گذشت 1 ساعت به رنگ دلخواهم رسیده بهش هلو اضافه میکنم و هم میزنم و بعد شعله رو خاموش میکنم و شهدمو تو 3 مرحله بهش اضافه میکنم. هم میزنم تا مواد